ابزار انولوپ دیستورشن رو میخوایم برای شما توضیح بدیم، به این صورت که ابتدا من در قسمت وکتور تولز در قسمت اشکال هندسی یک شکل ستاره ایجاد میکنم. پس از ایجاد ستاره میتوانیم شکل مورد نظر را انتخاب کرده و وارد ابزار انولوپ دیستورشن بشویم. پس از ورود به ابزار انولوپ دیستورشن در قسمت سمت چپ در قسمت کپیز یک شکل از این ستاره ما خواهیم داشت. در صورتی که ما شکل‌های زیادتری را بخواهیم می توانیم حالت‌های دیگر را انتخاب کنید. در حالت منی هم در این قسمت به کار نمی آید. در حالت specify number در این حالت می توانیم تعداد ستاره ها را در این محدوده تغییر بدهیم. در قسمت number of copies می توانیم تعداد ستاره ها را تغییر بدهیم. من عدد 3 را تایپ می کنم. همونجور که می بینید تعداد ستاره ها در این قسمت تغییر پیدا میکنه. در قسمت نود ادیتینگ با فعال کردن مینتین اسموث کروز در این قسمت نقاط ویرایش کاهش پیدا میکنه. در صورتی که گزینه دیسپلی ویرچوال میت پوینت می توانیم نقاط وسط را هم در کادر ایجاد شده مشاهده نماییم. همونجور که می بینیم دور تا دور شکل یک سری نقاطی ایجاد خواهد شد. این ابزار خیلی شبیه به ابزار نود ادیتینگ می باشد. با انتخاب یک یا چند نقطه می توانیم فرم شکل ها را تغییر بدهیم. من یک سری نقاط را گرفتم و جابجا کردم. فرم شکل تغییر پیدا می کند. همونجور که می بینید با جابجا کردن این نقاط می توانید فرم های هنری و خلاقانه ای را ایجاد نمایید. در صورتی که گزینه فینیش را انتخاب نماییم می بینیم که فرم به این صورت ایجاد خواهد شد. در قسمت انولوپ دیستورشن حالتهای دیگری نیز خواهیم داشت. برای این منظور ستاره ها یا اشکالی که ایجاد شد را حذف می کنم و مجددا می خواهیم که از ابزار انولوپ دیستورشن استفاده کنیم. در این حالت نیاز هست حتما به شکل مورد نظر به همراه یک مسیر برای گسترش دادن شکل بر روی مسیر، به این صورت که ابتدا مثلا ستاره را مجددا ایجاد میکنیم. پس از ایجاد ستاره یک مسیر را برای گسترش دادن ایجاد مینمایم. خب در این حالت من شکلی را انتخاب نمی کنم. وارد ابزار انولوپ دیستورشن می شویم. از 3 قسمت تشکیل شده. در حالت اتوماتیک باندینگ باکس همان حالت قبلی بود که دور تا دور شکل یک باندری ایجاد می شد و یک سری نقاط بر روی آن بود که با جابجا کردن آنها فرم شکل تغییر پیدا می کرد. در حالت بعدی 2 گزینه ایجاد شده. حالت راپ الاینed سینگل کرو و حالت راپ بیتوین تو کروز. در حالتی که راپ الاینed سینگل کرو را انتخاب کرده باشیم بایستی ابتداعاً مسیر را انتخاب کرده و در قسمت ست کرو به ابزار مورد نظر معرفی نماییم. پس گزینه ست کرو را کلیک میکنیم. همونجور که میبینیم بر روی مسیر مورد نظر یک فلش ایجاد شده که از نقطه سبز به نقطه قرمز خواهد بود و در قسمت سمت چپ در کنار ست کرو یک علامت تیک ظاهر خواهد شد. با انتخاب گزینه ریورس دایرکشن جهت مسیر مورد نظر تغییر پیدا خواهد کرد و در قسمت آفست دایرکشن جهت ایجاد شکل می تواند سمت چپ یا مرکز و یا سمت راست در نظر گرفته شود. اگر من مجددا بر روی گزینه ریورس کلیک بکنم مسیر مورد نظر مجددا به جهت قبلی باز خواهد گشت و در قسمت آفست دایرکشن در حالت لفت انتخاب میکنم. در قسمت اتوماتیک واید
میخواهد شکل مورد نظر بدون تغییر عرض و پهنا روی مسیر ایجاد شود. در صورتی که بخواهیم عرض شکل بر اساس مقدار مورد نظر ما تغییر پیدا کند، بایستی specify envelope void را انتخاب نماییم. خب در این هنگام ما بر روی شکل مورد نظر کلیک کرده و بر روی گزینه دیستورت کلیک می نماییم. همونجور که می بینیم شکل مورد نظر بر روی مسیر ایجاد شد و در قسمت سمت چپ مسیر ایجاد شد. خب اگر که مجددا نقاط ویرایش دور تا دور شکل را تغییر بدهیم، می توانیم فرم شکل را تغییر بدیم. همونجور که می بینید من نقطه بالایی را جابجا کردم. در قسمت کپیز می توانیم در این حالت تعداد شکل مورد نظر را بر اساس اندازه خود شکل و طول مسیر مشخص نماییم. در حالت منی بهترین تعدادی که خود نرم افزار می تواند بر اساس ابعاد شکل و طول مسیر مشخص نماید در نرم افزار آرکم ایجاد می نماید. در حالت specify نامبر می توانیم بر اساس عدد دلخواه خودمان تغییر بدهیم. مثلا اگر عدد 5 را بزنیم می بینیم که 5 ستاره بر روی نرم افزار ایجاد می شود و با انتخاب گزینه فینیش تغییرات ثبت خواهد شد. در صورتی که بخواهیم مجددا بر روی شکل تغییراتی را ایجاد نماییم، می توانیم مجددا وارد قسمت Change Envelope شده و تغییرات را اعمال نماییم. در این حالت اگر که Offset Direction را حالت سنتر انتخاب نمایم و گزینه دیستورت را بزنیم، میبینیم که مسیر مورد نظر در وسط شکل قرار خواهد گرفت. در این حالت میتوانیم تعداد را در حالت منی انتخاب کرده و گزینه فینیش را بزنیم. در این حالت همونجور که میبینیم پس از اعمال فینیش مسیر ما از مرکز ستاره ها گذشته است. در صورتی که بخواهیم عرض شکل بر اساس عدد مورد نظر ما تغییر پیدا کند، این دفعه یک بیزی را به عنوان شکل مورد نظر انتخاب کرده و یک مسیر را مشخص می نماییم. حتما بایستی در ابزار انولوپ دیستورشن مسیر ما به صورت یک مسیر باز در نظر گرفته بشه. خب مجددا وارد ابزار انولوپ دیستورشن شده و در حالت راپ الاینگ سینگل کرو مسیر مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه ست کرو را زده و سپس اگر بخواهیم عرض شکل تغییر پیدا کند از حالت specify envelope void استفاده می نماییم. در این قسمت عرض دلخواه را وارد می نماییم و شکل مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه دیستورت را میزن. اگر که بخواهیم عرض شکل بیشتر تغییر پیدا کند مجددا وارد قسمت تغییرات انولوپ دیستورشن شده و عدد عرض را بیشتر مینماییم و مجددا گزینه دیستورت را کلیک میکنیم. خب همونجور که میبینیم در این قسمت یک شکل بر اساس مسیر مورد نظر گسترش پیدا میکنه. میخواهیم ببینیم که عرض این شکل آیا برابر با اون 100 میلیمتر بود یا خیر. اگر که بر روی متر کلیک بنماییم میتوانیم عرض شکل را مشخص بنماییم. ببینیم که در قسمت دیستنس عرض شکل برابر با 100 میلیمتر خواهد بود. پس به این صورت میتوانیم شکل ها بر اساس عرض مورد نظر ایجاد نماییم. در صورتی که بخواهیم یک شکل را بین دو مسیر ایجاد نماییم کافی است که ابتدا شکل مورد نظر را ایجاد کرده و دو مسیر را ایجاد نماییم. من مسیر
اول را به صورت یک خط در نظر میگیرم به صورت زاویه دار و یک کمان را به عنوان مسیر دوم در نظر میگیریم. نقاطی از این کمان را به خط نزدیک میکنیم. همونجور که میبینیم هر دو مسیر نقاط سبز و قرمز نزدیک به همدیگه قرار گرفتن. در قسمت بالا نقاط قرمز و در قسمت پایین نقاط سبز رنگ. اگر وارد ابزار انولوپ دیستورشن شویم و شکل مورد نظر را بخواهیم بین این دو مسیر گسترش بدهیم، حالت راب between two curves را انتخاب مینمایم. پس از انتخاب این گزینه بایستی در این قسمت مسیرها را به ابزار مورد نظر معرفی نماییم. در قسمت set top curve من خط بالایی را انتخاب کرده و در اینجا گزینه set top curve را انتخاب می کنم و در قسمت پایینی کمان مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه set bottom curve را انتخاب می نمایم. همونجور که در شکل مورد نظر مشاهده می کنیم جهت مسیرها همسو خواهد بود. حالا با انتخاب شکل مورد نظر و انتخاب گزینه دیستورت بین دو مسیر شکل مورد نظر ایجاد شده است. همانند قبل می توانیم تعداد را بر اساس تنظیمات خود نرم افزار مشخص نماییم یا بر اساس تعدادی که خودمان می خواهیم اعمال کنیم در این قسمت مشخص میکنیم. در اینجا مسیرها همسو و همجهت بودند. در صورتی که یکی از این مسیرها را ما از حالت ریورس دایرکشن استفاده کرده جهت مسیر را تغییر بدهیم میبینیم که شکل مورد نظر به چه صورت ایجاد خواهد شد. مثلا من مسیر بالایی را حالت خط را انتخاب کرده و گزینه ریورس دایرکشن را کلیک میکنیم. جهت بردار تغییر پیدا کرد، نقاط سبز و قرمز مانند قبل نبوده و در این حالت برعکس حالت قبلی ایجاد خواهد شد. حال شکل مورد نظر را انتخاب کرده و گزینه دیستورت را کلیک میکنیم. میبینیم که بر اساس تغییر جهت مسیر فرم شکل نیز دچار پیچیدگی ناخواسته‌ای می شود که این بر اساس فرم شکل دلخواه ما نخواهد بود. پس اگر بخواهیم از حالت دوم برای گسترش دادن استفاده نماییم دو مسیر انتخابی همسو و همجهت باشد.